ماینکرافت هستم. امروز اومدم یاد بدم چگونه مود لاک‌پشت اینجا که خریدنی از تو ماینکرافت رو رایگان بیارید. مود رو دانلود میکنید، میاید میزنید داخل باز کردن با ماینکرافت، اومدید میاید اینجا کریت نیو ورلد رو میزنید، اینجا کریت نیو ورلد رو میزنید، اینجا میاید این گزینه آخری اینجا میادش لاک‌پشت اینجا اینو میزنید میادش، صبر میکنید بیادش. خب آوردش، الان میبینیم آوردش. ما اینجا کلیک میزنیم، چند دقیقه بایستید. وای میسیم لود بشه. خب اینجا سیو باز شد برای ما، میگه بریم داخل این. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.